پس از حادثه‌های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه‌های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه‌های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگویند این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمانند. 3 روز میره من خودم میبرم دیگه نمیره. چون که پسر میشه جنجال میشه غربت گفال میشه. یختش نمیره چون دویم خواهم باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول کتی آوار موندن. راه مکتبیان از نزدیکی کوچه‌های قرغیزنشین می‌گذرد. هر وقت که ناآرامی سر می‌زند آنها از رفتن به مکتب می‌هراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه‌های 10 و 11 مارت نفری را در صنفخانه‌های آن ندیدیم. حاضر پایان نده خودش زمان موندگی نی. همه اواکاسیون شده برفتگی. مکتب بچه‌ها چی؟ مکتب بچه‌ها آخر مادرش برای همش میبره دیگه. هیچ کی نمیمونه. در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرغیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خواجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکوه هنگام نهالشنانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سعید حیدروف کشاورز دهه خواجه اعلی نیز میگوید امسال به سبب از جانب قرغیزتباران خلل رسانیدن نمیتواند 60 زمینش را کشت کند. من حاضر پلاژه نکام تین جدا باز کارکران نشسوده تراکتور در آورند نکن کشتی کارکران نکن خیلی نصف возможность که ما همین کنیم یک زمانو تینجی میشد که تراکتور می آوریم کار سر بگیریم از طرفی مثلا سکنان قرغیز هم همینجا من گفتم بکار همینجا به سالات اروپا افتادیم خیلی کار کنیم نمیمونه. جنگ و جوشا بسیار شد. خانم آن کار کنیم حالا یک تا پق گرفته میبره خلق به بینهایت جو شد. همه ما گفتن احتیاط شو بهتون اما خود ما زندگی ما با شلق دی. بچه کچکو ما بیکران نمیتونیم تامین کنیم. 2 روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات رجب علی رحمانعلی سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولاربک شرشیف همتای قرغیزش یک سند امضا کردند. ولی ساکنان از تیرپرانی دیگرباره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند. حاضر من تویامی پیش از شما تو بشید نمیدونم وای بالون که فیلمی وای اندوخت به دنباس شد یگون کس نمون همون گریخته اومد که کی اندوخته می شما نام حاضر اومد این کارو تورخ وزمی استوده پسکر بیاد مایلیس کنه ما بگود من این کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک رزگی مثال خیلی آرام شده ممکن گود نه شب خوب نه روز خوب یگون خیلی روز دیگه ابشتی همه خیلی آدم ها چند کس مرد من دلکم که همینای ما یک بار آشکارا کنم. مرز دقیق نشده تاجیکستان و قرغیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.